هنرپیشه شایسته تاجیکستان چلخان خولوف با بیماری سنگین مبارزه میبرد. روز 22 دکبر سال 2022 به سن مبارک 65 رسید. همکارانش از انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی گنجینه از جمله حیاتوی مومنو و مرادبک نصرالدینوف، مرغزور صفیزاده، احمدجان محمدیف، عالمخان موسویف و دیگران در این روز استاد چلخان خولوف را به زادروزش تبریک گفته برای شفای کامل خواستند. همکسبان چلخان خولوف را یکی از نخستین هنرپیشگان و اساسگزاران انسامبل گنجینه نام برده نوشتند که او را از نام همه کمانده ظفر ناظموف و گوهر میر جمعی و دو پایه‌گذار این انسامبل تبریک میگویند. صدها تن از مخلصان به این تبریکات موازی کرده نیز برای استاد چلخان خولوف سلامتی کامل خواستند. چلخان خولوف در پایان سالهای 80 توسط انسامبل گنجینه که تحت رهبری استاد روانشاد ظفر ناظموف به خاطر معرفی و تبلیغ ترانه و رقص و سنت و مراسم مردمی تشکیل شده بود به صحنه کلام آمد و سالهای اول بیشتر ترانه‌های مردمی را می‌سرایید. نخستین ثبت چلخان خولوف دایت بازوبندم رابطه بود که برای این آوازخوان اون وقت جوان شهرت سراسری آورد. سالهای آخر چلخان خولوف بیشتر در پایه اشعار کلاسیکان از جمله بر غزلیات حاجی حسین کنگورتی ترانه ایجاد می‌کند، ولی در خواندن ترانه‌های مردمی نیز همچنان توانا و زبردست اعتراف شده است. یکی از شاکاری‌های تازه او ترانه لب دریا است که هم با مضمون، هم با آهنگ روان و هم با سبک و اجرای چون همیشه ویژه و نوتکرار چلخان خولوف به دل مردم را یافت. اهل اداره پایگاه خبری بامداد نیز استاد چلخان خولوف را به زادروزش تبریک گفته برای شفای کامل می‌طلبند. از همه مخلصان این آوازخوان محبوب، انسان مهربان و دریادل نیز خواهش می‌کنیم که در حق استاد چلخان خولوف دعا کنند.